دلاورمردان سرزمینمون که شجاعانه در مقابل این رژیم فاشیستی سینه سپر کردند و قهرمانانه فریاد آزادی رو در برابر گلوله سر میدن. ما فعالین کارگری بر اساس فراخوان اتحادیه جهانی کارگران که روز 26 ژوئن را به عنوان روز اکسیون جهانی در حمایت از کارگران ایران تعیین کرده‌اند، در اینجا جمع شده ایم تا فریاد اعتراضمون را بر این جنایتکاران و در جلوی این لانه جاسوسی به گوش جهانیان برسونیم. کارگران، دانشجویان، معلمین و استادان زندانی آزاد باید گردند. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. نابود باد نظام سرمایه‌داری در ایران و جهان. Shut down the Islamic Republic of Iran's embassy everywhere. Shut down the Islamic Republic of Iran embassy everywhere. کارگر زندانی آزاد باید گردد. کارگر زندانی آزاد باید گردد. زندانی سیاسی 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 آزاد باید گردد. نمیخوایم. حکومت اسلامی نمیخوایم. کارگر معترض حمایتت میکنیم. کارگر محترم حمایتت مرگ بر جمهوری اسلامی. مرگ بر جمهوری اسلامی. کارگر زندانی آزاد باید گردد. کارگر زندانی آزاد باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. شعار هر ایرانی انقلاب انقلاب. شعار هر ایرانی انقلاب انقلاب. شعار هر کارگر انقلاب انقلاب. شعار هر کارگر انقلاب انقلاب. شعار مرگ بر دیکتاتور. مرگ بر دیکتاتور. مرگ بر دیکتاتور. مرگ بر دیکتاتور. سید علی پینوشه ایران شیرین نمیشه. سید علی پینوشه ایران شیرین نمیشه. خامنه ای ننگت باد ننگت باد. خامنه ای ننگت باد ننگت باد. حکومت اسلامی نمیخواد. حکومت اسلامی نمیخواد. حکومت آدم کش نمیخواد. کارگر زندانی آزاد باید گردد. حکومت اسلامی نابود 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 باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. کارگر زندانی آزاد باید گردد. کارگر زندانی آزاد باید گردد. Liebe Freunde, ich bin ein Schweizer und als Schweizer muss ich mich zuerst für das Verhalten meiner Regierung entschuldigen. Wir erinnern uns alle an den lächerlichen Kopftuchauftritt unserer Außenministerin. Wir haben noch alle den naiven Auftritt unseres Bundespräsidenten in diesem Frühling vor Augen. Ich schäme mich dafür, dass sich meine Regierung von diesem Regime hat so instrumentalisieren lassen, dass sie den wirtschaftlichen Druck gegen das iranische Regime verstärkt und dass kein iranisches Öl und Gas in die Schweiz geliefert werden darf, solange dieses Regime an der Macht ist. Lider mit der iranische Islamische Republik. Lider iranische islamische republik. Weg, Islamisten weg! Weg, Islamisten weg! Weg, Terroristen weg! Weg, terroristen weg! رژیم اسلامی در محاصره انقلاب مردم. اکنون تردیدی نیست که تظاهرات‌های میلیونی روزهای گذشته که با مقابله وحشیانه جمهوری اسلامی به یک جنگ تمام عیار خیابانی بین تظاهر کنندگان و نیروهای سرکوبگر در تهران و اصفهان و تبریز و شیراز و بسیاری از شهرهای دیگر تبدیل شد،
نه جنبش طرفداران موسوی بود، نه انقلاب مخملی و نه محدود به جنبش اعتراض به تقلب انتخاباتی. این به میدان آمدن میلیونی مردم بر علیه کل نظام حاکم اسلامی بود. چنانکه که در بیانیه 24 خرداد اعلام کردیم، این اولین گام‌های انقلاب مردم علیه جمهوری اسلامی است. اکنون باید درباره زندانی سیاسی آزاد باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. می‌نوشه ایران شیرین نمیشه. Weg, weg, weg! Islamisten weg! 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 Tot dem Diktator! Tot dem Keine Geschäfte mit dem Mullah! Tot dem Diktator! Mark beim Diktator! Tot dem Diktator! Mark beim Diktator! Akbar Cumhuriyet İslami! Mark beim Cumhuriyet Islami! Akbar Diktator! Mark beim Diktator! Akbar Diktator! Mark beim Diktator! Esleme die Freiheit! Freiheit und Gleichheit für alle. Es ist nicht richtig, aufgrund ihrer Meinung Menschen politisch zu verfolgen. Keine Regierung hat das Recht, ihre Menschen zu töten. Ma'asadi, Michael Baroye, Mardome, Iran. Ich wünsche auch das.